ملا محمد عمر مجاهد کی بود؟ خواست او چی بود و برای چی قیام کرد؟ نویسنده شهاب لیوال. در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار، یعنی در زیستگاه احمدشاه ابدالی دیده به جهان گشود. هنوز 30 سال عمرش را سپری نکرده بود که از آغوش پرمهر پدر محروم گردید. همچون پیامبر بزرگوارمان یتیم بزرگ شد. او با سختی ها آزموده شد تا در آینده مسئولیت عظیم اداره امت مسلمه را به دوش کشد. بله، او انتخاب گردیده بود تا تاریخ از میان رفته رشادت ها و قربانی های امت مسلمه را بر رخ جهانیان باز بکشاند. او 19 سال بهار عمرش را سپری کرده بود که قشون سرخ شوروی یعنی روسیه کشورمان را اشغال کرد. او مانند هزاران جوان سلحشور دیگر درس و کتاب را رها کرد، رخ به سوی سنگر نمود. سلاح مورد علاقهش راکت انداز RPG بود و مهارت خاص در آن داشت، تا جایی که در این امر بزرگ چشمش را نیز قربان کرده بود. بعد از شکست اتحاد جماهیر در کشور، ملا محمد عمر مجاهد سلاح جهاد را کنار گذاشت و دوباره به درس و تدریس خودش پرداخت. او نیز مانند دیگر ملتمان امید بر پای نظام اسلامی را داشت، اما هیهات که این امیدش به ناامیدی و یأس مبدل گردید. هرج و مرج میان بزرگان احزاب وضعیت امنیتی کشور را چنان وخیم کرد که دست از پا فرار بکرد. فساد و مظالمی که از سوی جنگ سالاران به وقوع پیوسته را اگر تحریر نمایم، قلم از رنگ و حوصله از من ختم خواهد شد، ولی کارنامه های سیاهیشان از قید تحریر باز خواهد. روزی از روزها ملا محمد عمر مجاهد مشغول درس در مدرسه بود که مرد محسن با حالت ژولیده به صحن مدرسه داخل شد و حال خودش را چنین بیان کرد: ملا صاحب، شما برای چی جهاد کردین؟ آیا هدفتان همین بود که ما را از زیر تیغ بران روزها بلند کرده به پرتگاه جنگ سالاران رها کنید؟ قضیه مرد مظلوم چنان وحشتناک است که قلمم از نوشتارش عاجز میماند. کابلی های عزیز، مگر سالهای 1990 را فراموش کرده اید؟ چور چپاول، فساد اخلاقی، رقص مرده ها و شبش فروش ها یادتان رفته است؟ چرا برف بام فساد های احزاب را به بام امارت اسلامی می اندازید؟ مگر این شما نبودید که طالبان را با گلها خوش آمدگویی می کردید؟ بله، افغانستان بسیار خونین ماند که هر شخص دشمن هموطنش بود. ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله قیام کرد. او از شهر کندهار شروع کرد. هدفش دفاع از ناموس مرد یاد شده بود، اما زمانی که همرزمان از مدارس دینی را پیرامون خود جمع کرد، خطاب به آنها چنین فرمود: ما برای آزادی کشور از چنگال روزها جهاد را آغاز کردیم، نه برای این وحشت ها. شما طلبا مسئولیت دارید تا من را در قیام علیه مفسدین و جنگ سالاران کمک کنید. طلبای مدارس امیر خودش را تعیین کردند و شروع کردند به قیام مسلحانه علیه پاتک سالاران. در زمان کم و دور از توقع شهر کندهار را فتح کرده و قیام نهاد شده با حمایت مردمی مواجه شد. از هر سوی کشور آزادی خواهان به کاروان قیام پیوستند و این قیام بالاخره به فتح کابل انجامید. ملا محمد عمر مجاهد پیکه‌ای به سران جهادی فرستاد و از آنها خواست تا وی را در کار خیر یعنی برپایی نظام اسلامی مدد کنند، اما دریغا که سران احزاب جبهه علیه‌اش باز کردند. 30 سال تمام را با این احزاب جنگید تا 93% خاک کشور را از وجود جنگ سالاران پاکسازی کرده و نظام امارت اسلامی را در آن قایم کرد که با اشغال امریکا مواجه شد. جنگ سالاران شکست خورده از سوی ملا محمد عمر مجاهد دست دوستی به کفار و دشمنان اسلام دادند. در اشغال کشور و از بین بردن نظام اسلامی امریکا و متحدانشان را همکاری کرد. سال 20 از اشغال امریکا می‌گذرد و امریکا خسته و گریزان از جنگ افغانستان در صدد راهی است که با سرنوشت شوم اتحاد جماهیر شوروی مواجه نشود. بله، ملا محمد عمر مجاهد شکست امریکا را پیش بینی کرده بود. او با جرأت تمام امریکا را گفته بود که ما شما را در هم خواهیم شکست. امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد
رحلت کرد، ولی راه روانانش یعنی طالبان به مقصد خویش نایل شدند، امریکا را شکستند. یاد مرد بزرگ جاویدان و جایش جنت الفردوس باد.